سلام بچه ها، به ولاگ من خیلی خوش اومدید. ما داریم میریم فتیه و قراری که تقریبا 3-4 روز اونجا باشیم با بچه ها. ادامه یه ویدیو با من باشید. بچه ما رسیدیم به فتیه، سریع اومدیم ایربی‌ان‌بی رو تحویل گرفتیم، لباس عوض کردیم، تیپ کاملا ساحلی زدیم، داریم میریم سمت بیچ. ما یه بیچ پیدا کردیم، البته پارسالم اومده بودیم اینجا، حالا دوباره اومدیم که فردا بریم اون ساحل اصلی. یادمه که یه آینه اونجا داشت که ایستاده میشد عکس گرفت. پرگرایدر خیلی خوشگله. امیدوارم آینه رو پیدا کنم. فکر کنم آینه رو گذاشتن اون جلو. اینم فضای داخله که وای چقدر وایب خوبی داره. من چقدر منتظر این تابستون بودم. خیلی حس خوبی داره. امیدوارم که ببینید کامل. شما که الان تو فتیه هستیم، ظهر هم که رفتیم ساحل، بعد الان آماده شدیم داریم میریم یه بیچ کلابه که کف پارتی و اینا داره. نکته که خیلی مهمه و من شروع کردم به ویدیو گرفتن اینه که نازلی میخواد با ماشین بره. تازه گواهینامه گرفته. بگو یا اول هست. خدا بخیر کنه. تو با منی در نگاه فقط تیپش و کفشاش که نمیخونه. چون میخوام رانندگی کنم. کلاش کدوم بود؟ یا من نمیام. سلام بچه‌ها، روزتون بخیر. به یه روز دیگه از سفر من توی ساحل زیبای فتیه خوش اومدید. ما دیروزه که کلا لب ساحل گذروندیم، شبش هم رفتیم کلاب. حالا از
خونه زدیم بیرون، اومدیم یه صبحونه بخوریم و بریم ساحل اصلی فتیه که ساحل اولدنیزه. خیلی ساحل خوشگلیه، قرار بریم اونجا. الان شهر رو هم نشونتون میدم. خیلی قشنگه اینجا. خب اینجا رو پیدا کردیم، رو مپ زده بودیم، خیلی ستاره گرفته بود. گفتیم یه صبحونه بخوریم، فضاش هم این شکلیه، خیلی کیوته به نظر اینو. مرحبا، تشکرله. چه بو غذایی میاد. به خدا که میدم سوراخ شد. خب رسیدیم به ساحل مورد علاقه من. کل تابستون رو داشتم به اینجا فکر میکردم تو ذهنم، بالاخره اومدم. خیلی هم یهویی اومدم دیگه، در جریان ولاگ قبلی هستید. ای خودم اینجا یه استارباکس هم داره خیلی خفن، اون سری اومده بودیم. تفریحات آبی که داشتیم اومدیم غذا بخوریم. الان یه رستوران، نازلی هم داره فکر میکنم ولاگ میگیره. خیلی خوشگله. غذا رسیده، بزنیم که حسابی گشنه‌ایم. خب دیگه تقریبا هوا تاریک شده، لامپا هم روشن کردن، ما هم آفتاب گرفتیم، یکم رفتیم تو آب دیگه. الان داریم میریم سمت خونه. سلام، به روز سوم از سفر ما توی فتیه خوش اومدید. طبق معمول دیروزمون گذشت، ساحل بودیم، از خستگی فکر میکنم دیگه ساعت 10 شب همگی قش کردیم خوابیدیم. الان هم ساعت 11 بیدار شدیم، زدیم بیرون بریم یه استارباکس بخوریم، دوباره بریم یه بیچ جدید پیدا کردیم بریم اونجا. حالا از محیط اونجا هم واسهتون میذارم، همراه من باشید. استارباکس پیدا کردیم بیرون پاساژه، اومدیم یه صبحونه بخوریم و البته علی بابا هم یه سرما خورده، یه پدوم تو راه بود.
یه مقدار کسل دارو میخوره. استفانه اینجا آپشنای صبحونه خیلی کم بود. یه دونه توست برداشت. بریم ما در هر صورت هر سفری که بریم در آخر به خریدم منتهی میشه. نازلی خانوم بهونه آورده که رومایویی ندارم، امروز میخوایم ریلز بگیریم دیگه. الان اومدیم یه همون پاساژی که بهتون نشون دادم ببینیم رومایویی چیزی هست، ولی خب حالا چیز خاصی هم البته نداره ولی پاساژ با مزه‌ای. ساحلایی که توی کاش میرفتیم. اسمش هم فکر میکنم سیاه بیچ بود. اینقدرم ماشین پارکه که فقط امیدوارم اونجا جا باشه که بتونیم بشینیم. خیلی خوشگله. کلی اومدیم رفتیم تو ارتفاع، بعد اومدیم پایین تا رسیدیم به دریاش. واقعا زیباست، واقعا زیباست. این قاب انگار نقاشیه. چقدر زیباست. واقعا اینکه ساحلای فتحیه به ساحلای مالدیو معروفه فکر میکنم که بی جهت نیست. خب من اگه بخوام یه چیزی بهتون بگم اینه که من کلا واسه بیچ و اینا با خودم یه جفت صندل آورده بودم، ولی خونه نازنین من جاش گذاشتم. بعد الان توی این 3 روزی که همش داریم میایم ساحل و دریا و آفتاب توی این محیطی که دیگه خودتون بهتر میدونید سنگ و شنه، من همش با صندلای هرمسمم و قلبم درد گرفته از این بابت. هر سری هم میایم بیرون میگیریم یادمون میره، بعد که میایم اونجا یادم میاد که ای وای من صندلامو عوض نکردم. ما تا الان تو دریا بودیم، داشتیم آفتاب میگرفتیم، یکم رفتیم دریا، الان اومدیم غذا بخوریم و اینم فکر کنم نازنین میگه سالاد اوکیه واسه دو فقط یورو بدیم. راستشو بخوای رفتیم نهار خوردیم، بعد گفتم که بعد از نهار دوباره یه آفتابی بگیرم که بیشتر رنگ بگیرم. اینقدر شلکس شدم، اینقدر خوابم میاد که اصلا نمیتونم واقعا، ولی میدونم بعدا پشیمون میشم. تو رو پله ها چی کار میکنی؟ تو پل؟ ای خدا قربونت برم مامان، نگاش کن اینقدر بدبخت تو اتاق موند، حوصله‌اش سر رفت. پلا رو یه بار میاد پایین یه بار میره بالا. بامزه. سلام، امروز روز چندم بچه ها؟ روز 4. به روز 4 سفر ما توی فتحیه خوش اومدید. فکر میکنم تمام ولاگم تو همین پوزیشنه که من صبح بیدار میشم میام سلام میکنم میایم بهتون میگم میخوایم بریم ساحل، بعدش دیگه ولاگی در کار نیست. الان اومدیم اون بیچی که روز اول اومده بودیم، چون که هم خلوت بود هم خیلی به ایربی‌ان‌بی اون نزدیک بود، همین که خیلی مناسب تر بود دستن. یعنی ما بیچاری که تو این چند روز میرفتیم خیلی ورودیشون هم گرون بود، اونجا هم که دیگه بکن تو پاچه بود دیگه.
ولی این همین که بیشتر حالا خارجی ها هستن، یعنی مثلا روس و اوکراین و اینا، خیلی هم محیطش آروم و شیکه و خیلی عجیب که ارزونه. یعنی واسمون خیلی سوال اولدنیزی که عمومی بوده از اینجا خیلی گرون تره. حالا دلیلش دیگه واقعا نمیدونم چیه. با من همراه باشید. بالاخره یه ویدیو متفاوت قراره ببینید. ما بعد از اینکه امروز رفتیم ساحل دیگه، امروز خیلی زود برگشتیم خونه، آماده شدیم، یه دوش گرفتیم، اومدیم بریم بازارچه محلی که توی فتیه است و یکم اسکوتر سواری کنیم و عکاسی کنیم. حالا نشونتون میدم. اینجاش به این صورته. اون پشت سرم هم که دیگه اسکلت از هرچی دریای فعلا خستم من. بچه ساعت 11 شبه. خب همه اون سکانس های قبلی رو قطعا تو یوتیوب دیدید دیگه. ما صبحی داشتیم رفتیم ساحل، بعدش رفتیم فتیه بازار محلی و عکاسی کردیم و این داستانا. بعدش هم اومدیم خونه یکم عشق و حال کنیم. به عمه نازی گفتم که شما باید تا ساعت 1 مامان بیدار باشی و الان یکی ایران یا یکی اینجا. عالیه نازنین. دنبال هر بهونه است که فقط از این جمع خلاص شه بره بخوابه. اصلا نمیدونم حالا ببینید جالب چه بشه باید که برم عزیزم. حالا جالب اینه که صبح که بلند بشه از همه بیشتر خوابش میاد. دقیقاً. به خدا من شبی فکر میکنم در کل 3 ساعت میخوابم، این خانوم 12 ساعتشو باید بخوابه و در کل خسته تر از همه است. بلد نیست. بخیر عزیزم. آها ولاگ خوبی رو بوده داشته باشی. مسافرت تموم شد. بهش میگم بابا جزیره تموم، من باید برم ایران، اینقدر باید برم ایران. این خانوم مثل هیچ قد خوابی نازنین اساس سیسش کوسه سیسش. و یه نکته که خیلی مهمه، سلیقه موزیکیمون اصلا به هم نمیاد. اصلا من یه آدم نوستالژیک بازم، نازنین عشق رپ و وینا تو برای قبلی دیدیم. حتی با این موزیک که میتونه ریتم بگیره که بخواد برقصه. خوردم ولی سگ این ساعت داریوش و ابی و 11 شبه بر داریوش نگاه سیسش عزیزم.
کنج بامه آرمان پیلو عمر لیلو. روز آخر سفر ما توی شهر زیبای فتیه. بچه من قبلا هم فتیه رو اومده بودم، خیلی خوشگله. یعنی اگه دوست دارید یه جایی توی ترکیه برید که هم جزیره باشه، طرفت آبی داشته باشه، طبیعت زیبایی داشته باشه، واقعا گزینه خیلی خوبیه. و جالب‌تر اینجاست اینکه ما تو تمام این 5 روزی که اینجاییم یه دونه ایرانی هم ندیدیم. یعنی ایرانی‌ها هنوز اونقدر کشف نکردن فتیه رو. خیلی زیباست، خیلی. دیگه الان اومدیم تو جاده، اولین استارباکسمون رو بخوریم و بریم که تموم شد. مرسی که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. ممنونم. بای.